خب درود هموطنان عزیز، فرزندان با غیرت، با ناموس، با ننگ، با ایمان این وطن، درودها. انا شب یک درباره تیک توک نوار کرده بودم، کم ترکک نمیشه به درستی درباره همین بیناموسی همین فرزندان این وطن، درباره بیناموسی فرزندان همین وطن سرزمین که به درجه ما بیناموس شده رفته ایم. نمیدونم که نه همه، ما همه را گفتنی نیستیم، اما همون گروه هایی که همون قسم هایی که قشر هایی که بگیم همین تو همین درجه بیناموس شدگی هستن، برای اونو اصلا مفکوره نیست، عقل نیست، چی گفته ایستودن مضمونی گفته خود چونه نمیدونن که چی میشود. همین طرز یک برادرم نوشته است که یعنی که با خیتایی ها گویم که دخترای تاجیک به یگان چیز زندگی کرده، فرزندار شدگی هستند با دیگر ملت ها در تاجیکستان و این چیزی که در کوچه ها ایستادن دخترها، یعنی همه همین یا استغفرالله، همه همین چیزایی هست که یعنی بیناموسی مردهای نمی کشور نشون میده، نمی موتر نشون میده. من یک آدم میدونم در تاجیکستان با خیتایی ها دخته می برد، از بگیم که خوجند و کجا نه تنها دخترای خوجندی بدن، در خوجند آمدگی هم زیاد هستن از گوناگون منطقه های تاجیکستان. سه چهار ماه کار کرده، همین کار کرده، یک سال کار کرده، نمیدونم همین کار کردگی است. بعد از او همون وقتا ماشین نکسی گرفته بود. او وقتا نکسی سالهای پیش بسیار یا ماشینی بگیم که بابرو بده که نه هر که میتونست را بگیره. هر یک دختری بردگیش دست خیتایی ها بگیم که $100 بغرض از او حق دخترها چون میته، خاطر که یافته میره و پیش او میبره، پول تاکسیش هم میتن، همش هم میتن، $100 دیگه بایره مامروزگیش ده میتن. یعنی جوان مامروزه بود اومده دخترها خطی گپ زده از شهر، از ناحیه ها، و بگیم که حتی که یک پریتون هم تشکیل کرده، اگه بگیم اشتباه نمیکنیم، اما زنگ میزد دخترها را، دخترها می اومدن میگرفت میبرد با خیتایی ها را، خیتایی هایی که کار میکردن در راه ها. بعد از این ما بسیار فهمیدیم که خیلی جوانو بسیار هستن با خیتایی ها را دختر میبرن، همین کارو را میکنن در اوجا. ایو خیلی دور نمیمونن، یا روزش میشون با پیدا میشون، بعد یا با سوال و جواب هم دارن که میتون چی باید این کارا میکردی؟ نه، یگان جای چی ندارن. اما امروز ما میبینیم چرز تیک توک سودا کردستن، چرز تیک توک. امنیت تاجیکستان کجا را نگاه میکنه؟ امنیت تاجیکستان یعنی که این چی امنیت هست در داخل تیک توک؟ این عقارت، این دشنام، این بیناموسی، این بیننگی که در
дар рӯ тикток шида истодааст дар уҷа. бовар кунед дӯстои азизам, фақат ака ба сари гӯсфандора даҳмарда дар кор аст да. даҳмарда набоша гӯсфандора гирг мехӯра мегӯянд ку. ҳамин инсонам аз гӯсфанд ягон фарқӣ надоштааст. агар нигоҳ карда бестӣ, ҳамин инсон аз гӯсфанд ягон фарқият надоштааст. ту агар болои сараш контрол набоша, гуфтам ку шав, ҳамин ду миллат, ду кишвар беномустарин кишвари тикток шидааст. якеш Ӯзбекистон аст, дигараш Тоҷикистон, ки ҳарди забон ама хуб медонам. ва ҳарчи ҳама медонам, ҳами ҳарча бисёр мебироянд, тамошо мекунам чӣ кор мекунанд, чӣ кор карда истоданд. вақте ки як бегона мега ки Тоҷикистон пири бева шидааст, яъне ки и аюдам биқапанид ку як корот кунан арзонат меғалта. сабаб дар рӯи ту гуфта истоданд ки диден ҷавоно, оқибати зани хориҷӣ гирифтагитона диден чӣ шида кина имрӯз. давиден хориҷиёра гирифтен, диден чӣ шид. امروز خواهرای شما را، مادرای شما را آبروش در کجا اومد رسید؟ ما و شما را، خواهر مادرامون و اپامون آبروش کجا اومد رسید؟ که یک انسان از امریکا استوده میگه که تاجیکستان پری بیوای همه شوش جدوش دیگه رفت میگه خیلی اینه که دختراش قشنگ زیبا و خوشرو بوده است میگه. ببینید خیلی دخترای زیبا داشته است، یکی بیوه بسیار. فهمیدین؟ کجا رسید؟ انمی هست که شما زنهای خودتون قدر نمیکنید. انمی هست که شما ما و شما زنهای خودمون صاحبی نمیکنید. دیدین که داغ آبرو در یک مینوت اوجه تو امریکا به دگی انسان ها در برای بیوهای تاجیک میدونن. شما که یگون دگنت کرده ایستادین یگون چیرا امروز زنهای تاجیک بیوه گفتن اوجه او کسات سنه میکنه که نه پایما شو داره، پایما داخل نداره یا خواهر ما شو داره داخل نداره. زنای تاجیک، زنای تاجیکستان در تاجیکستان بیوه زیاد است دیگه، بدون اینکه همتونه با قطار اونمو 0% رفتیم. با تاجیکی بیناموسی دیگری 3-4 تای دیگه در اونجا تقاجان میگه برای که او امریکا $10 داره. تقاجان اینایش همه گیری، اینایی را میگیری. اما دختر خاله داره تقاجان. فهمیدین؟ فهمیدین عاقبت زنی خارجی گرفتگیتون چی شده ایستاده است؟ ولی استارت ولی دوام داره گونکا. فهمیدین؟ ولی گپو، ولی روزو، ولی تهنه ها که اگر تو رئیسی، اگر تو دیپوتاتی، اگر تو میلیسایی، اگر تو گنرالی، اگر تو حربی نمیدونم پالکونیکی فرق نداره، تو نولی. یک انسانی مهاجر خودش گریزه رنگی مباری میگرده میگه که تاجیکستان رفته میگه هم قدر بیوه زیاد بوده است که بشو میگه یاشو بیوان یکی میگه ما دا یگان یاش شبته، یعنی معنوش که یگان دختر بتین شوکدگی نباشه، شوکدگی نباشه میگیره میگه خونه میگیره میتم این تری بگن که اوجه دختکاوی در اومدن که خونه میگیره میتر. ما برای نفس کندو دستیم مردم تاجیکستان، نفس در میدونی نمیره.
ولی با هر رادیوی آزادی دیگه هم یا برنامه دیگه کرده است. ای یوسف سرگردان کنعان بیا که ما رو با روزگار آشنا کن. این برنامه پروست تک نیست. برنامه او تبسم میکنم است در اونجا. این برنامه پروست تک نیست. میدونی چی است؟ این اولین چیزی که آبروی تو را در بدری تا نشون میده در نوجا. دومین چیزی که رکلامای این برنامه رکلامای مهاجرسازی جامعه هست. یک کس میبرویه میگه که ما در اروپا زندگی میکنیم، ما در کره رفتم کارکنی، ما در امریکا کارکنی اومدم، اینای جزور اینا دو تا سه تا ماشین دارم، خونه دارم. جوانو را هوسمند کردن. ولی با رکلامای اگر شما میخواهید از اروپا به تاجیکستان پول انتقال دهید، راهی آسان، شما از خونه نمیبرایید. رکلاماش اوجه برآمده است. اوجه غلاما را حلقه کردن در اروپا و در دیگر جاها که اوجه حلقه کردن اثر کردن. ما این قطع کانترکت میکنیم، بانکمون قطعی نیست فیروها، شما پول روی کنیم و پرسنتتون بگیریم. این برنامه هایی که میشوند تعرضی میشود بالای سر شما و شما میبروین اینترویو میتین، این پروست رکلام است. رکلام ترا هوسمند کردن به یک کشور دیگر است. میفهمی نمیرم. من برای چی تو امروز یگان بار یگان چی من نشون نمیتم یگان کسته. یگان بار سبب نشود که شما را من هوسمند کرده مهاجر کنم. مهاجری آسان نیست. خطان 30 سال می شود روسیه دا مهاجر شده. او یکی نیست که حاضی آمده نه. من سالهای روسیه رفته بودم ولی با فکرم که بعضی تو روسیه را در تلویزیون دیده بودید. هیچ که کارت نداشت. هر عروسی میدید که قطید میخندید گپ میزد. هر عروس لوبای خاندان عروس دکو راست میشدی همونجا درآورده اوقاتت میداد. کمی سالهای پیش رفتگی به برویا گپ زنه در خونش درآورده عروس اوقاتت میداد. Вы наши братские страна گفته. Ой, ты такой молодой. Видите? بعضی جا را نمیدونستی، بعضی مردکا زنکای کلانسال عروس خودش گرفته برده نشان داده مانده ترا بعد میرفت که ترا گم نزنی. این قدر مهربانی بود در روسیه سالهای پیش. ولی شاید بعضی توی نه سالوش رفتیم فقط همون عروس همه بینین و عروس زده است عروس. نیکی جای اومد که همه چیز شید. شاوی نمی شاو مرا در رفته سم 3 بار مرا نمیشه پلیسیا من کرد. من ایران شدم. من میکنم پلیسیا اول من میکرد با یک تبسم بگیم خشرو دکمنتو را میدید. برای چی من کرد مرا پلیسیا؟ ای درون هم قدر ماشین. من سویتافور را گشته استودم ایس اومد استگی ماشینو استودگی نمیشه پلیسیا استودگی روشانی شای نمیشه. دید که ما رش دارم خیلی بگیم ایودا مونا نیستم. نه اونجا چند ماشین گذشت. قفای ما ای پیش ما 2 ماشین بود. قفای ما 3 تا به 4 تا بود. ما که بودیم 5 تا ماشین خلاص هم خیلی بر اومدیم. ای درونی 5 تا ماشین قفای ما بود 3 تا دیگه بر اومدگی است. 3 پلاسه گذشتم. ای قفام سر کد اومد. ای 3 پلاسه من کرد. یگان عیب نیست. یگان نروشنی نیست. ما سیونکا کدگی مورا یا نمود باور که رفتار کده سای میگو یگان تروریست قپیدگیان. تروریست میدونی گپ زدن قواق دوختن ای جمان برور کسبدگیاتا هوی که باگاژ ماشین هوی که نیجرا. ما گفتم شما چی گفتید ما پیشت یگان پریچینا میگین ما منده چی گفتید شما؟ میگم ما نارکوتیک گفتیم. ما گفتم اگه جای نارکوتیک میگه در دیلر گفتم نمیره اگه دیلر را بقپی چی مرا قپیده در اینجا. اونامو قدر ماشین
5 تا ماشینی که بر اومدن پاورات بگه 5 تا یا 6 تا بر اومد ای درونش مرا دیدن که ای برخل سیویم همو بگیم که روز اومدن مرا قپیدم مرا من کردن اگر من ناویگاسیا قطعی نمیگردم من شهر میدونم به یگون ناویگاسیا میگردم که اون ناویگاسیا مونده باشم دیده باشه قپیده باشه بگه تاکسی یگون چیه نه من به ناویگاسیا میگردم سرکد اومد قپید ایجا راهوی که اوجا راهوی که به هیچی کنم تا قپیده ایستادگی های به هیچی ایجا شاوی که اوجا شاوی که ماشینه نه ایجا شاوی که چی داری تو درنوی رمند من خیلی کده کفتسته با قارم کد هوی کدم رمنده در بالای ماشین موندم هوی کدم برو که تو زانم پایان کدم گفتم بکوشا که نه ترسی که ایستادگی بود پروسا قارم کد گفتم ما بکو خشرو بکو گفتنی باشی تا دیوانه یا هشیاری گفتم ای چی نمود رفتار است چی تر گیزاله رفتار داری بسری مرا قواقوتا دخته بلند گفت زده استی زستف تو تای و گفتم زستف نرمال گفت زده قطعی بودم براشو گفته که گفت است مرحمت میبخشید ما هم خیلی کنترل داریم هم خیلی گفت است ای چی گفت زنی است ای چیزی نیست که در یک جا توپ شایی بعد بگن که ما تو سرتون سیلا کنه نه ما سال روسیه اومدن ده من میگم بسمیلا میگم کوچه میبرومدی یگون دیرونیو لوای شهر یگون جودم خیلی میرفتی کو لبوی بابوشکای که دلاوی را شیشتگی کو سلام علیک میکردی здравствуй ти میگو здравствуй сынок بعد یگون چرا میپرسیدی از کجا میگفتی تاجیکستان اوه ти сынок подожди сынок подожди ترمان میکرد خونش در اومده از خونش قنفیتای یگون خلاص یک شکلات یک چی برآورده در تو میداد میفهمی؟ اینه روز بود یک امروز چی شده ایستاده سازی حال تو یگان جای نیست که شما تلپه برین هر روز سر شما را سیله کنه و نان تون بته اوقات تون بته کار تون بته نه یا تده تای حالی ترا نمیدونه چی گه میخری آینده ولی نرمال است ولی نرمال انا باید سر میشوه کره هم سر میکنه امریکا هم سر میکنه روسیه هم سر میکنه اروپا هم میکوره سر میکنه من سالی اومدن ده اولین بار در مترو یه بار من مترو دا دیدم ای مترو برومده استم میلیس ها استودگیان 4-5 تا مرا خیلی چی نگفتن اما درست برومده استن اوکراینس ها را داکمنتوش پراورکا کدیسته ای مترو برومده استگی را میگه بیست و ما هم جاشتم نگاه کده استودم یک دیتا 15 minut 20 minut نگاه کردم در هم 15-20 minut 3 کس یا 4 کسا بگیم که اما ای مترو برومده گیره اما دو پارتیا مترو ما 3 پارتی 5 minut دیدم یا 7 minut دیدم دو 3 پارتی اونجا 3-4 کسا کو هم میبینن اوکراین سه پاسپورت پراورکا میکنن داکمنتوش برای چی برای اونکه او وقتا اوکراینس ها در اینجا زیاد بودن یعنی که تو جایی ده که تو زیاد شدی اونجا سپروس میشوه بالای سریت سپروس میشوه میگم که نمی شو رفتاری کردگیشه ما اونجا که خیلی امی آدمی که رمنتی ما میقپه و کیسه ما در دست میتقه که ما باور که توقعت نمیکنم کیسه هم در دست خیدسته گفتم بگی دسته کیسه ما تو چی میخوایی؟ تا ای بالاش بقب کیسه ما را اگر قپیدنی باشی تو ما را بگو کیسه تا بگردون ما میگردون تا حق نداری کیسه ما در دست بتقی یعنی که این روزو هست ولی این روزو ولی سرکدن میلیسو ولی سترویکا با سترویکا گشتنیو ولی در دیگر جو ای پیش ای چیز ولی این چیزو از پیش هستن چیزی نیست که بیای همیجا ها تمام برای ترسات فویزه تو در وطن خودت آرام زندگی کردن نمیتونی در وطن خودت آرام نیستی ولی که یه جای دیگه دمیای تلپاو یا مرزین میای این خیال میکنین آسان است یک جو برای همو در ناخل یوسفی کنعانی سرگردان بیا که ما رو از روزگار خود آشنا کن این چیزا داده نشین این رکلام های مهاجرت است این یگان چیزی دیگر نیست میفهمی نمیره
کو بخیزم برای اون حال مهاجرای روسیه را سیامکه کنن کنعانی سرگردان اون حال مهاجرا فقط اما آدمایی که زندگی خوب دارن نو رفتگیان یگون دولت در حال شرایطش سوزای انما را کفته یافته رکلام کردستن او برای همو در این چیزا داده نشین این چیزا داده نشین که اونا فلان جا زور بده است در تاجیکستان ویزا دا پول کردستن ویزا دا ورق ما شما را روی میکنیم ما شما را روی میکنیم روزی بود در همینجا در یک هاستل بود تاجیکو رو ورده پرتفتگی بدن ما وقتو خاک ایجاد کم کم مختشدگی وقتو مون بود یک جوانی تاجیک گفت که اونمو هاستل ده هست ما کنه رفتم خاک کجا نیکی نقلشه کردن آوردگی انجای کار میتیم گفته پرتفته رفتگی هست تمام بریختون ده توکلتون بخدو اولین چیزی که شما ویزا را نمیدونین که ویزا چی است خودش پرابلم اصلی در پاسپورتتون ویزا را دیدین که شما هوسمند میشین که نمی ویزا است تمام میرم کار کنی اول بدروین کودکس های ویزا را از اینترنت بخونین که شما در کدام ویزا در کار است ویزا نامر داره نامر میفهمین امیره هست ویزایی که تحقیق کار کردن نداری واپشه من پیش هم گفته بودم جوانوی عزیزم و حضیرم میگم برادرو هموطنو لبوی کالجی پسترین ده بسپورین بیاین بله با مطابق کنم استودنتسکی ویزاتون شما حقی کار کردن دارین با تنبولی نالوگ نمیسپورین اگر استودنت باشین در اروپا شما نالوگ نمیسپورین بکنین گفتم بسپورین کوشش کنین تلاش کنین مایده ترین یگون فرق نداره تراکتوریستی های نمیدونم اگرانومی یک پسترین نمی اینستیتوت ده بسپورین یگون کالج ده و هم طریق هم کالج بیاین و کار کنین هم بخونین کانیکول ده میتونین نرین خونه بیستین کار کنین وقتای کانیکول 3 و 4 ماه دیگه بزنین کار شب و روز بگیم اگر کارگر باشین کارش میکنین همی دتای ستای ماهانه کار میکنین 3-4 ماه کار کنین اما کانیکول ده خودش اما 7-8 تا کار میکنین در کیستون توزه دمو 3 سالای روسیه را کار میکنین در اوجا در روسیه در 2 سال 3 سال را کار کنه نمیتونین یعنی که در 3 ماه را کار میکنی در اینجا اگر کار کنی بسپورین بیاین خیلی هوایی نیاین یک انسان وعده تون داد نیاین یک مشمو را دکمن میکنم او بعضی ویزای هست او ویزا رقم دارن نمیدونم 100 چند 200 چند هم خیلی چون چه رقمو دارن ویزا شما درباره اما ویزا حداقل از اما اینترنت معلومات بگیرین ویزا چی است درباره ویزا کدام ویزا قطعی کاری میشه و کدام ویزا قطعی رفتن میشه و کدام ویزا استودنتی است بعد از او شما بیاین حرکت کنین کوشش ما برای چی است که برای که شما در چقری نغلطین هموطنی عزیزم ولی بعضیش میبرویا تو یگان نمی مردم یاردم کردی اوخیه برادرم وظیفه ما ترا یاردم کردن چیزی است اینمی چیزی است که من فهمونده استودم برای تو که هموطنم اینای درست است اینایش نادرست است این شبه که اینایش نک اینمی است یاردمی ما دیگر ترا آورده پول داده نمیتونم ما دیگر ترا ویزا کرده آورده نمیتونم ما ترا بسیار چیزی است که ما ترا نمیتونم بکنم هر چیزی که از دستی ما اومده استوده است ما همون را برای تو کرده استودم هموطنم که این همی چیز است هموطن هموطن داده نشه با خیلی چیزو بگیم اودا خودت معلومات بگی کوشش که وقتی که خودت نمیخوای معلومات گرفتن عاقبتتون هم میشه میاد در چقری میزنی میاد در دیگه جا میزنی ما هم پیش رنگ شما نمیدونستیم نه که اومدیم بعد از اون بعد استا معلومات پیدا کردیم گفتیم دیدیم و امروز برای شما و توصیه را داده استودیم هموطنی عزیزم کوشش که در چقری نزن ما یوریست نیستم ادوکات نیستم ولی اتش یه روز برو ماده است یک میگه که شما هم ملت با عهده گرفتین که ما هم دستگیری میکنیم این وظیفه شما است میگه یک روز در یک جای دیگه قطعی معظم خون عبید کدیست بودیم
یکی دیدم موندم گفتم خیلی عبید کنیم عبید کردیم زنگ تلفن میشوه میگه کمی یک جوان است میگه بسیار زنگ میزنه ماده من میره جواب بدم برداشت است گرم کرده موندگی است میگه خودت میگه ادوکات هستی این میگه بله من موقع خوندگی هستم من سوال کار کردگی هستم میگه تو برای چی خوندی ادوکاتی را اگر تو مردم یاردم نکنی پرستاوید میکنی من حیران شدم ده من گفتم هم جوانه بگو خودش چی کار است من میگه خونه ریمونت میکنم پس بیا تو خونه مرا به پول ریمونت که برای چی تو یاد گرفتی ریمونت کنی را ریمونت نکنی میدونی نمیره پس بیا تو خونه مرا ریمونت که تو یاد گرفتی ریمونت کنی را چی به تو خونه مرا اگر ریمونت نمیکنی یعنی که یک کسب آموختن یه از کل ملت انسان قرضدار شدن دلژن از گفتگی گپ نیست ولی همون آدمایی که هستن همین برادرایی که برآمده هستن براتون توصیه داده هستن براتون گفته ایستادن که چیکار کردن در کار نکنین سویتی به پولتون داده ایستادن رحمت بگین برای چی برای که یا دلژن نیستن یگان انسان شما دا دلژن نیست یا که یگان انسان ما دا دلژن نیست و مسئله وطنی مسئله دلژن هر یک تمونیم ایره کردن ده اما یک دیگر یاردم کردن ده نشان دادن ده دستگیری کردن ده یا نمیدونم هیچ که دلژن نیست یک انسان رفته است خونده است در وقت خوندنش نه پول دادگی نه اوتت نه اوچت پول دادگی است خونده است کسب آموخته است او از او کسبش باید زندگی کنه ترا کارت میغلطه نمو کرده او برا پول شبتک بکنه کارتا یا تو رفتی اوستا شدی ریمونت کردی خونه را من نمیگم که ترای بچه تو دلژنی تو بیاد یاد برای چی یاد گرفتی تو ایرا خونه مرا ریمونت نکنی تو چی میگوی در جوابش تو میگوی کسبی من اینون میخرم من برای خوندم که برای صدقه نه ставка тамон кор табу как табги барои кори таст ту вақт сарф мекунӣ муҳимтарин чизи инсони вақтш аст ай пишти як одам давидан корша буд кардан и просто так нест о дигар наму ту қарздори ту должни ба ин миллата ин чиза фаромӯш кунед инами чизо аст ки остоста мо датаво тупой шидем беномус шидем рафтем як бегона бигарда бига ки ман дар амрико хона дорам язнаҷон отаҷон мегӯянд мерен яхелат баъзеш очаи мара мегирифт ин отаи беномусум чӣ дар кора ами афғон мегирифт ки мара амрико мебурд ӯ афғону то амрико рафтанаку аз дуруни 1000 таш яташ зинда рафта расидагӣ аст дар уҷа боқиш дар дарини ҷангал дар хиникиё дар кӯҳ дар дарини ов дар дигар ҷо мурда рафтагиад ва ӯ инсон қадри наму муҳоҷирати худша намедонад имрӯз ди тангара дидасаке дигар гуфти ҳам гапо дар тоҷикистон рафта будем бева зиёд аст неки мада ягон духтари ёш боша мегирам бо ош отаҷон язнаҷон тағоҷон аммаҷон амакиҷон ва фикр яд сими дига зиёдтӣ ваъда мекард хичона медоданд мегуфтам биёй на аммаи тағои амакӣ бизамора местем сара хам карда усу нигоҳ карда задан бигир ҳеҷ гап нест ин беномусӣ аст ин бенангӣ аст ин беақлӣ аст ман гуфтам ку ба худо дар пеши ман қатъи имомалӣ противам бегонара имомалиро танқидкунӣ намемонам намемонам танқидкунӣ бегонара дар пеши ман танқидкунам мегӯм ки гӯш кун мара تو یگان پرابلم داری وطنی مقتی یگان علاقه داری ربط داری همه گاو دیکتاتور است کو
میگو تو حق داری یگان کلمه که نمی کلمه را در پیش ما بزنی ترا کی گفته ایستوده است او پرابلم внутреннему است ترالاش نشه در اینجا و تو حق نداری توجیکی گپا گفتنده او توجیکستانی است نمیمونم امام علی است اگر ما را بقپا باور کنین از 25 سال بالا زندان میکنه میکشه ما بیگانه را امام علی را گپ زنی نمیمونم امام علی را تنقید کنی نمیمونم سبب اوجا امام علی نیست سبب اوجا تاجیکستانی هست ما شخصیتش نمیگم وقتی که یک تاجیکستانی را یک انسان دوخ کرد در پیش تو تاجیکستانی تنقید کرد تاخیر کرد گپ زد خنده کرد باعث خنده کشید کو در پیش تو پس بدون که او رانه او ترام کرده ایستوده است همی کاره او ترام نمی کاره کرده ایستوده است او ترا نیکتو حساب کرده است که در پیش تو یک تاجیکستانی را نمیگه گفته ایستوده است او ترا ایام بلبلش پایان حساب کرده ایستوده است که در پیش تو نمو دوخه پیدا کرده تاجیکستانی را از فرصت استفاده برده که قطعش مخالفی اینمی کار کرده ایستوده است فهمیدی امروز را کرد پگه ترا میکنه پگه دیگه فرزند ترا میکنه روز دیگه اوتا میکنه اینمی کار اینمی تحقیر اینمی تنقیده او انسان در دوخ پیدا میشه که پیش لبای کسی دیگه در بشینه درباره تاجیکستانی گپ میزنه سبب چی سبب وقتش در تو پیش رش نگرفتگی بودی تو در وقتش پیش رش نگرفته بودی من 20 میلیون را مورم بیگونه را نمیمونم امام علی را تحقیر کنه یا تنقید کنه در پیش من میگم که اینجا از قرقیزستان بوده است همینجا در زندگی میگم یه روز هم اومده بگیم که همون یک دو بار اومد خیلی فهمید که من مخالف هستم در تاجیکستان درباره امام علی دیکتاتور گفته گپ زد من در حالتی که قطعش گپ زدم همون درباره یک کم ترک پالیتیکا رفت گپو ما پرزیدنت قرقیزستان گفتم انا با یک بگیم که احترام گپ زدم پرزیدنتشون این پرابلم ای خودشونه ای هم مخالف بوده است چیزی بوده است این پرابلم ای خودش است внутренний خودش است ما پرزیدنت صدر جعفر گفته خشرو گپ زدم او گشت امام علی دیکتاتور امام علی گفته ما گفتم واسیا چی گفتی تو ترا کی میگه گپا ترا کی اجازه داده سه در پیش ما گپا گپ زنی بخشش پرسید رفت برای گپی گفتگیش گفت میبخشی اوجه او در پنیتی شید که توجیک اگر توجیک قطعی یک دیگرش در گلوتکش کرچه موندگی جنگ کده است باشن وقتی که یه تشت تحقیر کردی که اونمو جنگ کده استگی هم پشتی او را میگیره قطعی تو گپ میزنه یعنی پنیتی را نه خیلی باید بتی یک کسی دیگه ده او یکی نه که امریکا ایستاده ما پول دارم بگم ما خواهر ما بگی اوچه ما بگی اپا ما بگی دخترای خولم در بولوش پدرکه یا تشه بگی سه تسکیتکه خاطری که پول ببرای کون تبتی این مردانگی نیست این جوان مردی هم نیست یک بیناموسی است یک بیناموسی برای پول بر اومده کون دادنت با در حالتی من ولی اقرار نکردم هم بیناموسو نوشتم وقتی که ناموس دیده نشید در اوجا بیناموسو مرا بلوگ میکنم که دلشی نمیمونن که ما بنویسم در اوجا بگم که حیوانو برای چور تنگه و چتونه میبرورین در رکلام هم میمونینش ما از تمام ساختار قدرتی تاجیکستانی که بناموسا و شکل نمیدونم او دیگر رنگ همین جوانایی که برای پول خچه میفروختگی و بسیار نکوجدم بیناموسی در رفتگیش از همون بناموساش یعنی که همین مسئله تیک توک افیرهای همین جوانایی که امروز
باور کنین این فحش فحشایی کشیده ایستاده است. خواهش شما پیش راشه بگیرید و اگر نگیرید فردا ما گفتم که جامعه که جزیر شید فردا بدون که دخترت هم جزیر میشود. میفهمی نمیره؟ میگن که خونت مهمون اومد و خونه را رفتی که برای مهمون گفته خونه میروی، یعنی که در خونه تازه ختم میشینی. اگر خونت جزیر باشه ختم در اونجا زندگی کردیستی. برای اما پیش رهی را بگیرین. جوانای برادرایی که بناموس تاجیکستانه که او یکی او نو چهار تا پرچوگان دیگه خداشونه ما مرکتم ما او را میبینی با ایو باتر است. اول باید دیگه یک جوان دیگه است، یک اسپارتمنتی خوب نوشرگی شوه. امروز او را احوالش هم میبینی اونمو فحش فحشایی که نمو میشوه در تیک توک و پل نمو در اومده رفتگی است. یک کمیل بود کی بود یا بچه همون کم کم میگفتیم او رقص هم میبینی او ای سپورت با رقصگی گذشته رفتگی است. اوز دیگه همی خود با خدا ماده ویزف پارتوفته بلوگردن ویزف پارتوفته ما قطیت میزنم اینه اینجا ما قطیت میزنم آبروی سپورت ریزون. اینه جوانایی که بناموسی به سپورت داشتن که همون ستاتوس سپورت هم میقپن در تاجیکستان اونا را بقپن گفتی هم گپای نصیحت کنه نشید یا از نصیحت دیگهش کنه. رفته کوچه دا مدت قطیما میجانی ما $200 میتم $600 میتم اگر تو مرا زدی نمی درون تیک توک دا یک میبینی رقص کرده است یک میبینی او سوهای سپورت رقصای چیه فردا آبروی سپورت هم خیلی پایان میشود. همین آبروی دین هم خیلی نابود کردن که در تصورات مردم دین خدا را نول کردن که این همین دلبایوبا بودن. یک گروه دلبایوبی که بنا ملا و ایشون اومدن گفتی هم گفت صبر که توقت که اینایی که اوناو که خدا دا باور نداری تو کافر شدی مرا نمی حاضر هم از درون تیک توک دا گشته ایستادن دین هم یک تاش در اومده موندم سلوچای نه اما الماز افیر کدیست بده در اومده موندم جه قیدم کی در اومد من نمیدونستم میدرویه جه قیدم در اومد میگه که تو صبر دا باور داری صبری که خداوند در قرآن ذکر کردگی است. ما گفتم نه ما باور ندارم او صبرایی که شما میگه ما باور ندارم. میگه تو کافری. در پیش می بود اگر قفاش سیلتاو میزین میکردم سوز میشید و بچه میگه تو کافری. همون انسان هم معنای صبر ندونسته است خودش چی است صبر. میفهمی نمیره؟ صبر الهی میشوه انسانی نه. یک انسان اومد در بالای تو ظلم کرده است این را نگفته هیچ جایی تو خدا دست سپاریدن بشی یا خونت سوخته ایستاده است تو میدوی چی با صبر نمیکنی در حالت پس تو هم کافر میشی وقتی خونت در گرفت یا اون اوجا دختر تا یک از قبیله تجاوز کرده است تو میره خلاص میکنی یا که میستی که بود کنه کارشه صبر میکنی. پس که تو کی صبر نکردی دویدی رفتی دختر تا خلاص کنی تو هم کافر شدی. تو هم کافر شدی. پس برای چی صبر نکردی؟ ای صبرای خدا بیرم برآمدی. اینا تصورات چون همی است. صبر ده باید تو خب کنی. صبر ما گفتم بچه صبر الهی است. یعنی در الهی چیزای الهی در چی؟ مثال گیریم پدر ما گذشت یعنی او الهی شد خداوند آمد جانی او را گرفت. اینجا باید من صبر کنم حمد ثنا بگم. برای چی؟ برای که چیز الهی است. این ما یگان کار کرده نمیتونم بیرون از صبر بیرون از چیز. یا برادرم جوان بود یاش بود 45 ساله بود در جوانیش پروردگار اومد گرفت رفت. این ای چیزی است که باید ما صبر کنم. نه امام فروش سویتی مرا در افغانستان $میلیارد کار کنه سمالیات بخرد گودکاش پول روز کار فرق کنه و ما بگم که خداوند در قرآن فرمانده است که ما باید صبر کنم.
این چیز صبر نیست. این چیز انسانی است، الهی نیست. ما چیزای الهی دا صبر میکنیم، انسانی دا نه. اگر که هم انسان که هم صبر بفهمه که چی است هم صبر خودش، یا بار درک کنه، همون فلسفه صبر بفهمه که چی دا باید ما صبر کنیم، چی دا صبر نکنیم. ولی رفته در روسیه کیم کدام عذاب دزد است در درون واگن، میگه خیلی صبر کنی خدا اجر میده. خدا در هیچ چیز اجر نمیده، ثواب تام نمیده، نبرود گناه میگیری. همین ثواب و گناه را مونیم در حالت که یک بنده در بلوی که یک کار میکنه، خودت میره در خطه در چقری میزنی، در یک عذابی و یک انسان ترا در عذاب میاره میمونه، در اینجا صبر کنی اجر میگیری، ثواب میگیری. دروغ است این چیز، تو گناه میگیری، تو گناه میگیری. در اینجا یگان گرم ثواب نمیگیری. اوزی نمی چیزی که در تاجیکستان شیده ایستاده است، هر یک تمام گناه میگیریم، خب کنیم، صبر کنیم، یگان تو ثواب نمیگیریم. اینا پروست آنها ملوی پرچوگانی شما کو نه برای شما فهمونه که صبر چی است، مضمونی صبر چی است و در چی باید آدم صبر کنه، الهی و انسانی ده. میفهمی نمیره؟ صبر درد الهی میشود. درد ایره انسان نمیکنه، داته الهی میشود. دردمند میشه. صبر میکنی، شکرانه میکنی. یک فرزندی بگیم از الهی، یک فرزندی مایب تولد میشود و صبر میکنی و فرزند نگاه میکنی. اونها چیزها هست ثواب که چیزی الهی ده، تو صبر میکنی. چیزی ممالی کردن ده صبر کردن این جای ثواب نیست. کی میگه کدامیت میگه ثواب میگیری؟ پرست شما را هم چرت ملای پرچوگان کو همه را آورده در ویخی گوشی شما خونده، نو ده فلانی جدا فلانی بود، صحابه اینه کارا کرد، صحابه بعد او صحابه بعد همی خوب که یا الله گفت صبر کرد، در صبرش ای الله جواب اومد، کتاب کاغذ دفتر امضاش قد پیچت زده که تو جنتی شدی، تو این سنجیشی مبت گش نموندنی، تو تش نموندنی، تو ما ترا با گشنگی سنجیدم، ما ترا با تشنگی سنجیدم. ولی یا خیل پدرای ما بابای ما ای گودکیش کم بغل بود، یگان گرم کوشش نکرده است زندگیش تغییر بده. خوب باور که کو مامان کو کمپیری مامان مشفید زنش بیمون باور که 60-70 در درآمدگی حالی هم در درنی اگرات کار میکنه، خاطر که نه مشفید گوزینش گشنه نمونه. این مشفید گوزینی یگان کار نمیکنه. این چیز زمین بعد جنگ هم خیلی فکت اسنادها بود که هیچ که کار نمیکرد. مردکو زنکو کار میکردن، برای تغییر یافتن حیات زندگی نمیکردن. این عینا نامو چیز است. بعد اون میگه که خیلی سنجیشی خداوند نه خودم خداوند ترای تولد چیدگی تو مردگی تا بسنجه، چی با همون خداوند ترا دودا نمیسنجه. اما این فانتاستیکا است، فانتاستیکا. شما را آرام کردن، آسوده کردن میگم که بدای جنگ مچتو امری معروف بود. پال نیروز درباره گشنه موندن صحابه، تشنه موندن صحابه، 3 روز 4 روز هیچی نخوردن صحابه، فلان عزیزی پیغمبر بود، این عزیز بود با پیغمبر، مقدس بود، در پیشش بود، گشنه میموند روزو قطعی. وقتی اومد خودش گشنه بود، بسیار گشنه بود. وقتی یک خوراک چی را پیدا کرد و بعد از او همون را خوردنی شید و شیشت، گفت که یا الله من کو در تمام سنجشی تو پروردگارم صبر میکنم، اما در همون فلان جا یک زنی هست، او زن هست و همراه کودکش، اگر ما ای را بخرم او زن از گشنگی میبره و ما چند روز دیگه الله سنجشت را توقت میکنم و هم را نخورد و برده همو زنک داد. این فانتاستیکا است، فانتاستیکا. شما را در مغزی سرتون کن تله کدیسته خلاص. همین نقل های لیشنی بعد کو
شما را آرام میکنه، سپاکوید میکنه، پسیخیچسکی تابلتکا است نه رنگ والریانکا او قرد میکنه، غضبت میکنه، یکونش عصبی میشه، تا والریانکا را میزنی کو بعد آرام میشه. همین نقل ها والریانکا است برای شما را. پیش رفتن نتونستگیتون هم سببش نمی نقل ها است. برای چی؟ برای که تو را سپاکوید میکنه. تخت گناهگار احساس نمیکنی. تخت کو ответственный احساس نمیکنی. برای چی؟ برای اوچه عزیزی خدا پیامبرمون و اطرافی و صحابه ها یکی از این روزی بدا دیده بدستیان همین نوندم شکرونه. یعنی شما دبیوت سا نمیکنی. حرکت شما را این نقل ها که میکشه اسپاکوید میکنه، اسپاکوید میکنه، آرام شد، آرام شد، آرام شد. این چیز از ازل بود. آرام شد. عزیزی خدا هم دیدگی هستی را آرام شد، طاقت کردگی، طاقت کرد. تکی میگه عزیزی خدا طاقت کرد، تکی شما را خیلی آرام 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 اسپاکوید میکنه. میفهمی نمیره؟ اینمی نقل ها است. بعد از گوش کردن اینمی نقل ها اینو را فلسفه باف میگن. فلسفه باف میدونی؟ میبافن گپا هم خیلی توغریش میکنن که میشنونن تر آرام میکنن. ببند حاجی میرزا را دست پوشا که 3 روز نون نته یا دیگر ملوشا ببند 3 روز نون نته بگوی تایی سنجیش خدا است. نونش نته در خونه محکم که 3 روز نونش نته آوش نته نونش نته بگوی سنجیش است. نمی خدا خواست تر بسنجه مرا در دیلم دوخ که ترای نمی کارا بکنم. توقت میکنم. این اکسپریمنت یک زمان شیدگی است. همین خیلی اکسپریمنت. یک همینطوری فلسفه بافا بسیار گپ میزدگی را در خونه محکم میکنن. خونه که پتالوکش بلند بعد بولو دا نون میبندن. اوقات نون هم خیلی چیزا را میبندن در بولو. او قدش نمیرسه. او یه روز میشینه حمد ثنا میکنه، سنجش میگه، 2 روز میشینه، 3 روز دیگه طاقت نمیکنه. همون کتاب هایی که قرآنی که در خونه موندگی است همون کتاب های قرآن میمونه و بولاش بروماده اوقات هم میگیره. یعنی این اکسپریمنت در همون زمانش شیدگی است. میگه دیدید این حالت ها دیدید اینا میبافن گپا میبافن تر آرام کنن و یگان وقت خداوند این چیزی را خش نداره که بندش مسلمان ایمان به خدا آوردگی زچومرنی باشه در کوچه، زچومرنی امتو داشته باشن. پیغمبر خداوند زچومرنی بنده داشته باشه که ایمان به او میاره. ایرا نه خدا خش داره، نه پیغمبر خش داره، نه همون صحابه خش داره. این فلسفه ها را میبافن برای شما. بعد نمو مچی نمیشنه. نه تو باور نمیکنی قرآن دا نوشته تو کافر شدی. تو باور نمیکنی این کافر های باور نمیکنه. تو باید خواهی نخواهی او دا باور کنی. نیکی تو باید باور نکنی که ای خداوندی تری نیست. خداوند تگی است که زمین برای آمدن محمد ما از بین نبردم بعد از ساختن و بعد از او امتهای او پیروانی او که مرا میشناسن. مرا او نگفته است که غلام میشون و من برای همون نبردم مونم و غلام شون و مردی کار شون اما من دست شود. برای گفتگی نیست. پس در اینجا اینمی چیز دلیل است که این فانتازیا هست. فانتازیا یا نقل میکردگی چیزو. یعنی خداوند میخواه که تو دبیوت سکه برای تو اختیار میته. این چی گپ است؟ ما مسلمان ها فقط با گشنگی میسنجه خدا. این چی گپ است؟ ما مسلمان ها با زچومرین بدن میبخشه، چومو بدن غلام میسنجه. این چی سنجیش است؟ چی سنجیش است؟
همین چیزا عادی ترین مثال است برای همون این فلسفه هایی که میبروین میگن این چیزا را باور نکنید این چیزا را باور نکنید ما نمیتاری ها ما را خداوند سنجیده سرفته شیشتم دنیا پیش رفت ما بر رفت ها زیرا ازبکستان و تاجیکستان در یک فلسفه باف شیشتگی خداوند میگه بدنش خداوند نمیتاری خداوند من در زمانش هم خیلی بده او زمانش بود اوز دیگه زمانه اوز دیگه زمانه تکنولوژی را ببین او زمانش بود تمام او را دیگه تیمه نکه اینه ای چیزا را باید شما درک کنید اینه ای چیزه که شما درک کردین شما باید حرکت میکنید شما که گوش کردین شیشتین امر معروف گفته اونا ملورا افسانوشه پس شما خفا میرین اسپکوید میشه شما را فقط با دلتی یه جای زور دوره زن بگی ده تا زن بگی سه تا زن بگی همین چیزا پروپاگاندا میکنه برای چی برای که شما مردکا باید آرام شین گشنه باشین ده زن بگیرین سه زن بگیرین خلاص این همین چیز و عاقبت همین چیز به فحش فحشگی میاره میرسونه خلاص به فحش فحشگی میاره میرسونه این می عاقبتش این می حاضره مشتگی است ولی یک دوملوی دیگه هم در اینستاگرام اومده است من میوره کم کم از پسلی نفریم سخت پیگیری دارم میگه برای زنی دیم گرفتن زنی یکم باید دانه لا ندانه باید ندانه که میدونی زنی یکم بدونه اجازت نمیده ندانه یکی حق باید برابر باشد حق باید برابر باشد زنی یکم ندانه برای ندونستن زنی یکم باید چیکار کردن در کار است دروغ گفتن در کار است اسلام اجازت میده دروغ بگوی مسلمانی که اجازت میده نی پینهون که تو دروغ میگوی значит تو دروغ گو میشای یو مردونوار کنکریت نگه ابزا کی کرده یو کنتا بجق ما حیران ما نونی جگورگی میخریم ده تا سه تا زن میگیریم نه مردکو قیماق میزنن گوشت میزنن این زندگی که ایو دورن یک میخوردگی یک اویله نیوره باور که ماهانه 10 تا اویله تاجیکستان در رسخود کنی که خب پول رسخود نمیکنی که ایو در زندگیشون رسخود میکنن نمیگه زن میگیرن بایم که خوردن شد مو باید نونی جگورگی ده سه زنی گرفته استیم کلا را کار نمیفرمونیم ده مور دستیم کمبغل شده دو تین یافتیم زن میگیریم دو تین یافتیم زن میگیریم این هیو دو تیم بیوان بیزنس میکنن یا دو تیم بیوان ولاجیت میکنن یا دو تیم بیوان در یک راهی ساز میزنن ما دو تین یافتگی را در سر بلبل میزنیم دو تین یافتگی را در سر بلبل میزنیم خیال میکنیم که همه وقت زندگی ما اینمی حاضره باری است ما دیدیم آدمایی را که پیشتر 4 تنگه داشتن دو تا سه تا زن گرفتن بعد از او احوالشون دیدیم چی شد جنگ جنجال ای تا سه تا گودک ای تا سه تا گودک بیا بچه میگه که ایشا میگه بیار بخرون اوشا میگه بیار بخرون اینمی از دور اندیش نبدنی ما دور اندیش نبدنی ما اینمی از اینمی روز دو تنگه یافتیم خیال میکنیم که اینمی جای دیگه دنیا تمام همیشه روزی ما همی است دو تا سه تا زن همی گیریم فردا که بود غلطی دیم می پرتوی میگریزیم چیکار میکنیم دیگه هم خیلی ایشون بابا پروستا جامعه را تفکرش ریدگی این شما خلاص این همه چیز است جامعه را خلق تفکرش ریدن این ای روز آمد مردم خلق این ای عذاب دزدگی است این ای روز دزدگی است با همین دمیزان اکشده با بلوشون رفته در روسیه صدقه جمع میکنین خیر جمع میکنین که این باید شما دا پول بده شما باید دعا بتین همینجا داتی بر روسیه میرین کیسوتون خرجین کردگی میرین همینطور کده تشکیلی را میزنین بیچاره مهاجر در واگن خواه با میاد دات پول میته یه بار یگون واگن رفتین یگون تدام جای خوب مهاجر رو نه رفتین ملوت هم اتون در گسیسه خواه کردین در بهترین خونه خواه کردین در حوالی کاتج داچو که همون یک تا دوتا جوانوی توجیکی شرایط دارن
рафтин хонаи ҳамуда хоб кардин ай ҳамиҷа милло хеси рафти хабаргирӣ ҳоли муҳоҷира рафтид ягон вагони муҳоҷир хоб карди яшав да вагон хоб ку да бари муҳоҷир баъд пули ура биги доошубте ку бинам номусуд мевардора баъд уна ҳолатда минус зиёд дорад медони намера инами чизо оварда айси дигар ҳамо пропагандаи намин оромиву беномусида бурданда мардум ором кишид мардум беномус мешавад марде ки ғурур дора ором намешина марде ки номусаш намебара ку ором намешина уна милло мардума беномус кардана як тараф ором беномус шид фаҳмиде ҳама ку мардума чумо када хӯрдан пасредником ҳами аҳвол дар ҷое ки тоҷикора шароиташ асос кунад ғурурш асос кунад номусаш асос кунад то чанд бур дар дорони вагони чиқрив патвал мусуркода ховонда лиш ба ё харвори кор кунад ӯ пул кор кунад фаҳмиде инҷа номус рол бозӣ накард виҷдон рол бозӣ накард ғурур рол бозӣ накарда пул рол бозӣ кард похрини ҷавоно чӣ мешавад ман як бор дар даст як пасредник задагим амуҷада як вақто документҳо чепешида монда буд дига илоҷ набуда ки зиндагӣ кардан дар кор як кори ёфтем як пасредника дар дасташ подвал мебарад ку ҷои хоб бояд намуҷа хоб равӣ заку подвал уда похринай фақат бояд пул бигира кор кунӣ харвори кор кунӣ пул бигира нест да обрӯ намега ки нами тоҷик беномус шава нами тоҷик беобрӯ шава нами подвал да хова и фардо обрӯи май дари минтақа ки тоҷико да подвал ховад не лиш ба худаш да квартира ховай фаҳмиде ҳашто зинда боша ҳамватанам зинда бошен беномусира ку аз танатон дур кунен аммо бародарое ки ҳастанд дар Россия ӯ яке не ки чорта лошаққири дига ба ном через дигар каса брат гуфта омада дар сари тоҷико ма ракетам вот не вот ҳамо дидестем дидем пайгирӣ кардем зиндагиноматонам ёфтем кита чита ҳамата дидем мондем як тарафда ки шумо кие вот не ҳамин ҷавоне ки номус доре нанг доре чӣ бизнесмен бошӣ чӣ бигем одами як камтарак обрӯ дошта бошӣ ҳамин тоҷикота ҷамъ кунен мардуми тоҷикистона ҷамъ кунен дар болои сарашон раҳбар бимонен як каса ё ба хубӣ намешава инсон аз гӯсфанд фарқ надоштааст агар то соҳиб надошта боша ку титипит мешидай мерафтай яъне соҳибӣ кардана сар кунен соҳибӣ кардана контрол кунен тикток дуромадан ақорат кардагиёш нами гапҳои бемаънӣ шалақ намеро дар хориҷ будагиёша биқапен ята бишноненаш остакак бо ура сёмка када шумо зурен ура қапиден дар интернет намоненаш ки вот тоҷика наказат кадестай тари не просто бишноненаш алоҳида бе сёмка бе запис бе видео бе ягон чи бишноненаш бигӯ бародар мо ин даф барои худат омадем яке ба хубӣ гап занем ин масъаларо ҷамъ кун як бор дига мешава хафагӣ мекунем тамом бигирен тикток пикток дига дуромадан та набинам айҷа як тарафша пеши раҳша бигирен остоста ва ҳамиёда камкам дарс бигзарен хел бифаҳмонем ки як инсон як тоҷик агар душмани таам боша ҳамо тоҷикистони қатъи ҳартон каштал ба кашталам бошед ҷанг карда бошинам не ки як одами дига як тараф агар ӯро ганда кард ё дар пеши ти як тоҷикистониро гап зад бихел даҳанша пӯш бигӯе гӯш кумара ҳатул ту фаҳмидеси чӣ гуфтеси ӯ тоҷикистония яъне ки якдигара зашта кардана ёд битен на ин ки чумо кардани подвал даровардан ин кора кардагимон оқибаташуна дар афғоно духта фурӯхтестем духтари хола баъзеёш тайёра ёча шабита хотире ки америка бирава хоҳар шабта зан шагар бига ки ам бите метиянаш баъзеаш хотире ки америка бирава хотире ки уҷа зиндагӣ зурай баъд бига ина ма америка даем о я беномуси дигаш моя жена американская жена вот моя американская жена я беномуси дигаш дар тоҷикистон
روزی دراز выставка مونده است زنشا نه ناموس داره نه ننگ داره گرفتی کن تبجیق برا چی رکلام داری زنتا مرد جوانو را خشه میکنند او اینه زورای کو انا اینه تاریک کنم شاتای گو میوردو ای رایت تو نبروره حاجی زندگیتون خوبه او امریکانسکی شهروندی امریکا میگیری اونجا پول کار کردی فردا زچومارینی فورا نفورت زنده باشم وطنم پدیلیتش که بناموس نشه هموطنم بناموس نشه توجیکستانی ما کمبودی داخلی داریم ونوترنی کنفلیکت داریم اینا ما پزوالیت نکنیم ای بیرن کدامی کو در اینجا دخالت کنه رنگونا پراکرور وری اومده تمامی دنیا دا مورا یورا بتین یا دشمنای ما یورا برای محکم کنیم اومده ده ما عروس وری جلب کده گشته یورا مودا بتین یورا مودا بتین یا عروس بده سو پراکرور مرده کم نبوده یا عروس بده است متفیلم بلد یا دشمنای ما یورا مورا بتین ما یورا بریم زنده کنیم که یا عاقبت خطر دارن در ما عروسی تو بلد نوید میکنی در کوچه یا توایمت بلد نه قانچق به دسته و طرفش نامران پراکرور گفته گنرال پراکرور گفته گشته است مو میلیون بار میگه کون مو ونوترین پرابلم مون خودمون حل میکنیم مو باین خودمون از مو یک کس دخالت کنی نمونده استودیم تو امروز مو بیگانه را تدخلات کنی نمیمونیم در داخلمون تو نمو قدر کون هم باشین نمو قدر هم باشین که علمونه رفتیم در پیش یک کس گیریا و نالا کنیم تو کونی و تو بلد جزیری مو گفته مو خودمون حل میکنیم میره باین خودمون حل میکنیم تو مردک هستی بلد یا کونی بلد یا غوز عروس بدایت پراکرور مفتیستی این احوالمون اینه پراکرورمون یه احوال سودیامون دیگه احوال پرزیدنتمون یه احوال دیگه و خودمون یه احوال دیگه نمی گشتیم در جامعه دنیا نمی در جامعه جهان شرمنده شده گشتیم یک دیگر را دشمن گفته نه خیلی زنده باشیم تیامو گپو ناموس اولین درجه ناموس به غرض از ناموس چیز دیگر نیست تیک توک میدرامدگی و احتیاط کنین اقرات کردن تیمتون همون سر یه موضوع صحبت کنین خدا را خوش نکنین زن را خوش نکنین مادر را خوش نکنین در بینوی گپتون قسم بخی مادر بگو زن بگو طلاق بگو خدا بگو رسول بگو شما گپی دنیاوی کدیستین گپی دنیاوی تو نبره بین خدا به یگون چیز پدیلیتش که هموطنه